بچه‌ها چطورید؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام بگم که چجوری بتونین FF1 که لژندری رو بگیرین. خب میریم داخل این بخش. حالا اینجا FF1 رو زده. اینجا ما اینجا چند تا تسک داریم واسه تیمه، اینم واسه خودتون. حالا اینا همشون یه ماموریت خاصی دارن. خب مثلا ما واسه اینکه FF1 لژندری رو بگیریم اینجا یه چیز داره داخل صندوق پایینی، مثلا نمیشه 11 تا از این گیتار دارم از 200 تا. اگر من 200 تا از این گیتاری داشته باشم این FF1 لژندری رو بهم میده. بسیار عالیه. خب بعدش من مثلا مثلا یکی از ماموریت‌ها اینه که من اگر 3 بار مثلا لاگین بکنم، 3 روز لاگین بکنم 3 تا بهم گیتار میده. اگر 5 روز لاگین بکنم بهم گیتار میده. 50 تا انمی بزنم، چه در موزی چه در بتل بزنی حساب میشه 50 تا باید بزنم که 3 تا بده از این گیتار. یا 80 تا انمی باید داخل بتل و چی بدم. دارم به ترتیب میخونم اینا همه رو من خودم انجام دادم. اینا رو حالا اینا که تیک خورده حالا باز میخونم. میگه که 15 دقیقه کالاف بازی بکن. بعد این میگه که یک دست بتل یا مولتی بازی کن. این هم میگه که یک دست بتل یا مولتی یه دونه مچروم هم بازی بکنم اوکی میکنه. این میگه یک دست لاگین بکن، یعنی یه روز لاگین بکن. ببخشید این هم میگه که 20 روز نه ببخشید میگه 20 تا انمی بزن داخل بتل و مولتی. این هم میگه که 30 تا انمی بزن واسه بتل و مولتی. اینا رو انجام بدی بعد یه مقداری میده. بعد اینجا هم ماموریت‌های خاص خودش رو اصلا کلا. بعد هر هفته ماموریت‌ها عوض میشه به همین سادگی. اینجا میتونید داخل شاپش برید اینا رو خریداری بکنید.